سلام خدمت همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. امروز با یکی از مباحث مهم در خدمتتون هستم و قرار مبحث مدل سازی معادلات ساختاری رو به زبان خیلی ساده خدمتتون توضیح بدم. توی بحث مدل سازی معادلات ساختاری من حالا این ویدیو صرفاً آموزش این روش نیست. این ویدیو مفهوم این روش هست و اینکه اصلا اون واژه‌هایی که داخل این مدل بررسی میشه اصلا چیه، چون خیلی از بچه‌ها من پیام میدادن و به خاطر واژه‌های مختلفی که وجود داره بعضی مواقع سردرگم میشدن. ببینید، اول از همه خدمتتون عرض بکنم مدل سازی معادلات ساختاری برای چه موضوعاتی مناسبه، یعنی برای چه موضوعاتی میشه ازش استفاده کرد. به صورت خیلی ساده بخوام بهتون بگم، موضوعاتی که داخلش عبارت تأثیر یا رابطه وجود داشته باشه. یعنی شما توی یک مسئله اگه عبارت تأثیر یا رابطه رو دیدی، حالا البته خب موارد دیگه هم باید بررسی بشه، احتمال خیلی زیاد میشه از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده کرد. من مثلا چند تا موضوعش اینجا نوشتم: بررسی تأثیر اعتماد به برند بر خرید مجدد، بررسی تأثیر کیفیت مدیریت بر عملکرد کارکنان، یا مثلا ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان. پس هر کجا که واژه‌هایی مثل تأثیر و ارتباط یا حالا ارتباط فرق نمی‌کنه توی موضوع دیدید یا موضوعی خواستید بدید که با معادلات ساختاری قابل انجام باشه، داخلش باید این دوتا واژه وجود داشته باشه. خب پس این برای حالتی که آقا ما کی میتونیم از این روش‌ها استفاده بکنیم. مورد بعد این که موضوعی که میدیم حتما داخلش حداقل دو تا متغیر یا دو تا هدف باید وجود داشته باشه. یعنی حداقل دو متغیر یا دو هدف وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن الان این بررسی تاثیر اعتماد به برند و خرید مجدد، یعنی دو تا متغیر مجزا هستن: اعتماد به برند، خرید مجدد. یا کیفیت مدیریت بر عملکرد کارکنان. این میشه مدل سازی معادلات ساختاری. اما اگه موضوع اینجوری بود، مثلا بررسی عوامل تاثیرگذار بر اعتماد به برند، اینشون داخلش یک به اصطلاح متغیر وجود داره، از روش‌های مختلفی میشه اینو انجام داد. حالا صرفاً مدل سازی معادلات ساختاری نمیشه انجام داد، اما مثلا با تحلیل عاملی میشه انجام داد. تحلیل عاملی تاییدی، دلفی فازی، دلفی، روش‌های کیفی مثل گرندت، اینجور مسائل میشه انجام داد. پس یه نکته همیشه مد نظرتون باشه که باید حداقل دو تا متغیر باشه. حالا ممکنه سه تا باشه، ممکنه 4 تا باشه، اشکال نداره. مثلا بررسی تاثیر اعتماد به برند بر خرید مجدد و حالا یه متغیر دیگه، فرقی نمیکنه. یا مثلا بررسی تاثیر کیفیت مدیریت بر عملکرد کارکنان و مثلا بهره‌وری سازمان. این میشه سه تا متغیر، ولی میشه با مدل سازی معادلات ساختاری انجام داد. خب حالا توی بحث مدل سازی معادلات ساختاری ما چند تا مفهوم داریم. اینها مفهوم‌ها خدمتتون عرض میکنم که به چه صورت است. یکی متغیر پنهان هست که بهش متغیر مکنون بهش میگن، بهش سازه پنهان هم بهش میگن. پس هر کجا این سه تا رو دیدی یه مفهومه: متغیر پنهان، متغیر مکنون، سازه پنهان. اینها یه مفهومه. خب اینا چیه؟ به هر کدوم از این متغیرهایی که توی مدل شما داری اینجا توی موضوعت مشخص هست بهش میگن یک متغیر پنهان یا متغیر مکنون یا سازه پنهان. پس هر کدوم از اینها که توی موضوع هم مشخصه بهش میگن متغیر پنهان، متغیر مکنون یا سازه پنهان. خب
یه سری پارامترها یا متغیرهای دیگه هم ببینم، متغیر آشکار یا مشاهده پذیر یا گویه یا سوال، همه اینها بهش میگن. یعنی همه اینها یه مفهومه، اینها هم همه یه مفهومه. متغیر آشکار، مشاهده پذیر، گویه، سوال. خب اینها به چه صورت هست؟ نگاه کنید. اعتماد به برند، من حالا اینجا یه چند تا گذاشتم، اینا رو بعد اینو خدمتتون میگم به چه صورت هست. ببینید اعتماد به برند یک متغیر پنهانه. چرا پنهان؟ چون مستقیم اونو نمیشه ارزیابی و اندازه‌گیری کرد. اعتماد به برند رو میان بر اساس تعدادی سوال ارزیابی میکنن. مثلا این سوالات: این برند قابل اعتماد است، این برند وعده‌های خود عمل میکند، به کیفیت محصولات این برند اطمینان دارم. یعنی اعتماد به برند توسط این 3 تا سوال یا این 3 تا متغیر سنجیده میشه. به اینها میگن متغیرهای آشکار. به این که مستقیم نمیتونیم بسنجیمش توسط این 3 تا میسنجیم بهش میگن متغیر پنهان یا متغیر مکنون. پس متغیر آشکار متغیریه که ما اون رو توی مدل میاریم. متغیر پنهان متغیریه که توسط یک سری متغیر آشکار باید حتما سنجیده بشه. حالا اینجا 3 تاست، ممکنه توی مسئله برای اعتماد برند 5 تا گویه داشته باشه، 5 تا سوال باشه، فرقی نمیکنه. این موارد مربوط به این چیزاست. مثلا فرض کنید، حالا به زبان خیلی ساده بخوام بهتون بگم، مثلا میگن آقا یک دانش آموزی هوشش زیاده. هوشو مستقیم نمیشه سنجید. بر اساس یک سری پارامترها میسنجن. مثلا میان یه آزمون ازش میگیرن ببینن نمرات درس‌هاش به چه میزان هست، یا مثلا روند حل مسئله به چه صورت انجام میده. یعنی بر اساس این پارامترها میگن هوشش زیاده. پس خود هوش مستقیم سنجیده نمیشه، میان بر اساس اینها میان اونو میسنجن. این هم به همین صورته. خب حالا یک سری متغیرهای مثل متغیر میانجی و متغیر تعدیلگر هم هست که اونم خدمتتون میگم. من قبلش یه شکل اینجا رسم بکنم که به صورت خیلی کامل این مد نظر داشته باشید که این موضوع به چه صورت است. حالا من مثلا موضوع اول رو بیس قرار میدم: بررسی تاثیر اعتماد به برند بر خرید مجدد. خب این شکلش رو میخوام براتون رسم بکنم. خب نگاه کنید، یه دایره اینجا میکشم، یه دایره هم اینجا میکشم. این میشه اعتماد به برند، این میشه خرید مجدد. وقتی از این یه فلش وصل کنم به سمت این، داره اعتماد روی خرید تأثیر میذاره. یه فلش وقتی از این وارد میشه، این داره این تأثیر میذاره. پس میشه این موضوع: بررسی تأثیر اعتماد به برند بر خرید مجدد. حالا وقتی بخوام این مسئله رو، موضوعشو به نحو متغیر میانجی هم واردش کنیم. متغیر میانجی چه متغیریه؟ متغیریه که متغیر مستقل، و یه نکته دیگه، به این میگن متغیر مستقل، به این میگن متغیر وابسته. مستقل یعنی چی؟ مستقل یعنی متغیری که فلش بهش وارد نمیشه، یعنی روش چیزی تاثیر نمیذاره. وقتی چیزی رو متغیری تاثیر نذاره بهش میگن متغیر مستقل، یعنی مستقل هست. متغیر وابسته چه متغیری؟ متغیریه که روش حداقل یک تأثیر از جانب متغیرهای دیگه وجود داشته باشه. خب پس این میشه متغیر مستقل، میشه متغیر وابسته. حالا یه متغیر میانجی هم ما اینجا ایجاد میکنیم به این صورت. من این متغیر میانجی اینجا میذارم. متغیر میانجی میشه رضایت مشتری. خب رضایت مشتری یعنی چی؟ رضایت مشتری یعنی یه واسطه‌ای هست بین متغیر مستقل و متغیر وابسته. یک واسطه هست بین متغیر مستقل و متغیر وابسته. یعنی اعتماد اول باعث رضایت مشتری میشه، رضایت مشتری باعث خرید مجدد میشه. پس این یک واسطه هست بین این موارد. خب متغیر تعدیلگر چیه؟ متغیر تعدیلگر یک متغیری هست. حالا اینجا میذارم وفاداری مشتری. وفاداری قبلی مشتری.
متغیر تعدیل متغیری هست که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته رو تعدیل میکنه، یعنی کم و زیادش میکنه. معمولا هم بین این دوتا بین حالا این رابطه قرار میدن، این فلش و مستقیم مثلا به این ربطش نمیدن، مستقیم میذارنش روی این رابطه. این چی رو داره میگه؟ میگه آقا وفاداری مشتری رابطه بین اعتماد و خرید مجدد رو تعدیلگری میکند. یعنی اگه وفاداری مشتری زیاد باشه در نتیجه اون اعتماد به خرید مجدد هم بیشتر میشه. این پس بحث تعدیلگری هست. ما یک متغیر میانجی داشتیم. متغیر میانجی متغیریه که بین متغیر مستقل و وابسته است و متغیر تعدیلی متغیری که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته رو تعدیل میکنه. خب حالا این بحث متغیرها رو خدمتتون عرض کردم. یک سری مواردی که بهتون بگم. هر کدوم از این متغیرها توسط چند تا گویه سنجیده میشن. مثلا که حالا گویه ها رو من اینجا با مستطیل نشون میدم، نه همون سوالات هست یا گویه های آشکار بهش میگن. خب مثلا اعتماد توسط 3 تا متغیر آشکار سنجیده میشه. حالا تو مسئله که ما زدیم 3 تاست، ممکن تو یک مسئله دیگه هر کدوم از اینا دوباره مؤلفه‌های جدا هم داشته باشن، فرقی نمیکنه. یا رضایت مشتری توسط 4 تا گویه بررسی میشه. خرید مجدد توسط 3 تا گویه یا سوال بررسی میشه. وفاداری مشتری توسط 3 تا سوال بررسی میشه. پس هر کدوم از این 4 تا متغیر میشن یک متغیر پنهان، سازه پنهان، متغیر مکنون و هر کدوم از اینهایی که سنجیده میشن مستطیل ها هستن بهش میگن متغیرهای آشکار یا مشاهده پذیر یا گویه یا سوال. خب این نکات اینو خدمتتون گفتم. حالا بریم سراغ بحث این که کار موضوع به چه صورت هست. الان وقتی تو این مسئله ما هم متغیرهای مستقل داشته باشیم هم وابسته داشته باشیم، موضوع نهایی ما به این صورت میشه، یعنی میشه بررسی تاثیر اعتماد به برند بر خرید مجدد با نقش میانجی رضایت مشتری و تعدیلگری وفاداری، سطح وفاداری قبلی مشتری. موضوع نهایی به این صورت میشه. خب حالا من اینو متغیرهاش مشخص بکنم. خرید مجدد، اعتماد برند. الان توی این مسئله 4 تا متغیر داریم: اعتماد برند، خرید مجدد، رضایت مشتری و تعدیلگری سطح وفاداری مشتری، یعنی اون سطح وفاداری مشتری. 4 تا متغیر داریم. توی پژوهش هم به ازای هر متغیر باید یک پرسشنامه داشته باشیم. این بحث پرسشنامه که بچه‌ها میپرسن از اینجا میاد. یعنی به ازای هر متغیر پنهانی که ما توی مسئله داریم باید یک پرسشنامه داشته باشیم. یعنی برای اعتماد برند یک پرسشنامه، برای خرید مجدد یک پرسشنامه، برای رضایت مشتری یک پرسشنامه، برای سطح وفاداری قبلی مشتری هم یک پرسشنامه باید داشته باشیم. خب حالا توی کار من اومدم یه مثلا پرسشنامه نمونه آماده کردم به این صورت. اینو من حذفش کنم. خب این پرسشنامه اعتماد به برنده. وقتی میگم پرسشنامه یعنی مؤلفه به اضافه گویه‌هاش بهش میگم پرسشنامه. این پرسشنامه قصد خرید، این پرسشنامه رضایت مشتری، این پرسشنامه سطح وفاداری قبلی مشتری. که حالا پرسشنامه به این صورت هست که توسط معمولا طیف 1 تا 5 لیکرت امتیاز داده میشه. اینو در اختیار افراد پاسخ دهنده قرار میدیم، بر اساس در اختیار نمونه آماری قرار میدیم که بیان میزان موافقت خودشون رو نسبت به این گویه ها مشخص کنن. به این صورت. خب این حالا توضیح مفهومی مدل سازی معادلات ساختاری بود که خدمتتون گفتم که متغیر اصلا موضوع چیه،
متغیر پنهان چیه، متغیر میانجی چیه، تعدیلگر چیه، متغیر آشکار چیه و بحث پرسشنامه به چه صورت است. یکی از نرم افزارهای بسیار پرکاربرد تو این زمینه نرم افزار اسمارت پی ال اس هست. نرم افزار اسمارت پی ال اس یکی از نرم افزارهای معروف توی زمینه مدل سازی معادلات ساختاریه که نسبت به نرم افزارهای حالا لیزرل و ایموس یک سری مزیت‌هایی داره. مثلا یکی از مزیت‌هاش اینه که توی نرم افزار اسمارت پی ال اس اگه تعداد نمونه کم هم باشه جواب میده. مثلا تعداد نمونه فرض کن برای بعضی مسائل اگه 100 نفر هم باشه جواب میده. اما توی لیزر و ایموس چنین چیزی نیست، باید تعداد نمونه بالا باشه. یا اینکه اگه اون دیتاهای ما از توزیع نرمال هم تبعیت نکنه، یعنی نرمال هم نباشند، باز هم با اسمارت پی ال اس قابل انجام هست. اما توی لیزرل و ایموس باید حتما دیتاها نرمال باشند. پس این یک مزیت بسیار بسیار خوب است که ما از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده کنیم برای مدل سازی معادلات ساختاری. خب من فضای نرم افزار رو براتون بازش میکنم. ببین فضای نرم افزار هست و همون مدل رو من رسمش کردم. یعنی اومدم اعتماد برند رو که اینها متغیرهای پنهان ما هستند، اینم متغیر به اصطلاح تعدیلگر ماست. حالا این تعدیلگری که تو این شکل بود، مثلا گفتم خط باید بین اینها قرار بگیره، توی نرم افزار یه حالت دیگه رسم میشه، اما بیس همون تعدیلگری هست. مثلا نرم افزار میاد یه چنین گویه خودکار ایجاد میکنه برای بحث تعدیلگری و این حالا پرسشنامه ما گفتیم توسط 200 تا پاسخ دهنده تکمیل شدن که حالا این دیگه خروجی بخوایم بگیریم باید بحثی به نام بحث بارهای عاملی سنجیده بشه، باید مقدار متناسب حالا بحث های مثل بارهای عاملی، آلفا کورونباخ و AVE و خلاصه پارامترهای دیگه همه سنجیده بشه که اینها توی اون ناحیه قابل قبول ما باشه. حالا من یه خروجی بخوام از این بگیرم که به چه صورت هست. مثلا نگاه بکنید اینها بحث آلفا کورونباخ هست، بحث آرچو هست، بحث روایی ترکیبی هست، بحث AVE هست که همه توی ناحیه قابل قبول خودشون قرار دادن. بحث اف اسکورا هست، بحث روایی واگرا هست که آزمون فورنل و لارکر هست و آزمون HTMT و حالا آزمون های VIF و بحث مدل فیت هست و در اگه بخوایم اون فرضیات رو هم اثبات بکنیم که اینا حالا خودش یه آموزش مجزا داره، من صرفا دارم بهتون نشون میدم که با روند کار آشنا بشید. همه فرضیات اثبات میشه. یعنی چی اثبات شدنش؟ یعنی اینکه آقا وقتی یه چنین حالتی هست، اینا همه سبزن که اصلا پی ولیو ها از 500 کمتر هست، داره میگه آقا کلیه فرضیات ما اثبات میشه. فرضیه ها کدوم هست؟ ما به ازای هر خطی، به ازای هر فلشی توی معادلات ساختاری یک فرضیه داریم. مثلا از اعتماد به برند به رضایت مشتری یک فرضیه، از این به این یک فرضیه، این به این یک فرضیه. یه فرضیه تعدیلگری بود. یعنی اعتماد برند داره روی رضایت مشتری تاثیر میذاره، رضایت مشتری داره روی خرید مجدد تاثیر میذاره. اینا هم اثبات طبق این آزمون بوتسترپینگ همه تایید شده. اعتماد برند باعث خرید مجدد میشه. سطح وفاداری قبلی مشتری رابطه بین اعتماد برند و خرید مجدد رو داره تعدیلگری میکنه. یا رضایت مشتری رابطه بین اعتماد برند و خرید مجدد رو میانجیگری میکند. اینا همه بحثایی هست که حالا اینا بحث همون میانجیگری هست که تایید شده. اینا همه مواردی هست که فرضیات تایید میشه که حالا تو این آموزش گفتم صرفا ما هدفمون آموزش معادلات ساختاری نیست. حالا در آینده وقت کنم آموزش کاملی از این نرم افزارم خدمتتون میذارم و نکات مهم خدمتتون میگم. ولی فعلا بحث مفاهیم بود که بچه‌ها با مفاهیم اولیه و اون اسامی آشنا بشن که توی کارشون دیگه اون سردرگم نشن، گیج نشن که به چه صورت هست. خب این مبحث اینجا به پایان میرسه. بازم دوستان اگه سوالی داشتید از طریق سایتم به نشانی sanoy20.ir و حالا شماره تماسمون هم توی ایتا هستیم، هم توی تلگرام هستیم و هم توی
پیام رسان بله. میتونید ارتباط با بنده داشته باشید. سوالات اگه داشتید بنده پاسخگو شما هستم. موفق و پیروز باشید.